بچه‌ها، امروز میخوایم یاد بگیریم چجوری تقویم توی پایتون بسازیم. اول می‌نویسیم import calendar خط بعد می‌نویسیم year مساوی ماهی که سالی که میخوایم 2025 خط بعدش months مساوی ماهی که میخوایم خط بعدش result مساوی calendar dot months پرانتز باز year ویرگول months خط بعدش print result. حالا کدمون رو اجرا میکنیم و میبینیم که اینجا تقویم برای ما ساخت. خداحافظ. لطفاً سابسکرایب کنید.